طبق خبری که تازه به دستم رسیده کار کم شده و گرونی افزایش پیدا کرده، ولی من به شما دوستان قول میدم که این مشکل رو به زودی برطرف میکنم. آتی فهمیدی چی گفت؟ میگه که کار نیست، ما هم الان بیکاریم. این رایدر واموده هم نرم چند رفته غیبش زده، نرم باید چی پیداش کنیم. نظر تو چیه سوی؟ آره باید موافقم، زندگی خیلی سخت شده، باید دنبال یه کاری باشیم برای خودمون، باید خودمون از این بدبختی دریاریم. بیگ اسموک نظر تو چیه؟ تو چی میگی ها؟ قدوش خوشمندتره. بیگ اسموک نظر تو چیه؟ به نظر چیکار کنیم؟ چی؟ اگه نظر منو میخوای میگم که بریم دزدی. خدا شاید این کار از همه چی بهتره. چی میگی بابا؟ اصلا این کار شدنی نیست، نمیشه. اصلا اونو ولش کن، بذار غذاشو بخوره. وایسا گوشیم داره زنگ میخوره. الو سلام. الو. واسیم رایدره. بله. آماده شید، دارم میام دنبال. چی داری میای دنبالم؟ آره. با چی؟ با ماشین. با ماشین؟ ماشین از کجا؟ بهتون توضیح میدم، بیاید دم در. باشه الان میایم دم در. Turn that shit up, man. داستان از این قراره که من یه چند روزه عضو یک گروه شدم که اونا شکلاتایی میفروشن که خیلی گرونه، ولی نمیدونم این شکلات چیه که اینقدر گرونه. الان هم دارن میان پیشمون تا ببرنمون سر خراب. با کارش باز جوری نباشه که بریم زندان. با خدا دیگه حوصله زندان ندارم. رایدر الان میخواد کاری بکنه که انشالله به امید خدا همه فردا زندان باشیم. حاجی من که با رایدر موافقم. به نظر بریم همه کار رو انجام بدیم. خدا شاهده توش سوده. چی میگی بابا؟ الان میخوای ببرمون زندان یه کار کنن دیگه بابا نشیم؟ ولی خب خدا رو شکر رایدر تجربهش کرده. ساکت چی دیگه بابا؟ شما بیافتین دنبالمون. شما اینجا چقدر بزرگه بچه‌ها، تا میتونید فقط خودتون رو با فرهنگ نشون بدید. داش رایدر خیال تخت. از قدیم گفتن دود از کنده بلند میشه. آره بسپرش با همین خیال تخت که نه تخته. ببین از کنده چه کنده هایی بلند میشه. داش سوی نترس، انقدر دیگه ما بی فرهنگ نیستیم. آره تو راست میگی، اگه تو با فرهنگ بودی تو مسابقه قبل به خاطر دختر بازی نمیومدن ببرنت. داش سوی دست رو دلم نذار که خونه. اومدن بردن نامرد، پولمونم ندادن. خیال تخت، من خیلی خوب بلدم با این خارجکی ها رفتار کنم. بابا خفه شید، خوب شد گفتم 2 دقیقه با فرهنگ باشید. کلوفتشون اومد. ببخشید شما اسمتون چیه؟ Say my name. سی تو چی؟ نه فکر کنم گفت سی مالیده به چی. نه مقا من انگلیسیم خوبه. داره میگه که اسمم هست سلام تو چی. واجی میگم این خارجکی ها چه اسمای عجیب غریبی دارن. آره من که رفته بودم سفر به تایلند، اسمشون خیلی عجیب و غریب بود. اسمشون به چهره و قیافشون نمیخورد. My name is هست والتر وایت.
من فقط یه بار وایتو شنیدم، جایی که داشت رایدر در مورد فیتیشاش حرف میزد. خب داستان از این قراره که الان یک ماشین میاد و بسته‌های شکلات رو بینتون تقسیم میکنه. مواظب باشید، این شکلات خیلی گرونبها و با ارزشن. حتما ازشون به بهترین شکل استفاده کنید و همشون رو بفروشید. هر چقدر که باقی موند برگردونید و یا بقیه‌اش رو بفروشید. بهتون زنگ میزنم، آدرسمو از قبل بهتون گفتم. گذاشتیم رفتیم دیگه، بقیه‌اش با خود. برو به سلامت. خب شما هم دیگه برید، با امید دیدار. Esquire, turn that shit up, man.